به یکی از خاص‌ترین مجموعه‌های موتورسیکلت آسیا در تربت حیدریه خوش آمدید. متعلق به فیلم همسفر که متعلق به آقای بهروز وثوقی هست. موتور خاصی که دوزیسته، هم داخل آب هم داخل خشکی و دو دف. از دو دستگاهی که در ایران موجود هست، یک دستگاهش اینجا هست، مخصوص صعود و پرش از کوه، مقره و بلوک‌های سیمانی در حالت ورزشی. آپشنی که نداره فقط ایربگه، یعنی بقیه همه داره. گرمکن دسته، کروز کنترل، قاب به اصطلاح طلق جلو بادگیر، آینه‌های قابل کنترل، کورسی 1000 اسپادای ساخت ایتالیا. موتورسیکلت هوندای باجا که دو رکورد اولیه دور ایران در سالهای 89 و 90 رو باهاش داشتم. 350 آردی یاماها متعلق به فیلم رضا موتوری. موتورسیکلت ایتالجت ساخت ایتالیا 50 سی سی که لنگش نیست. تریومف تایگر کاپ که در نوع خودش کم نظیر و شاید بی نظیر هست. موتورسیکلت زندآب 200 سی سی ساخت آلمان غربی، یکی از موتورهای قدیمی که متعلق به نزدیک 80 سال قبل در مجموعه موجود هست. ویژگی موتورهای انگلیسی اینن که قسمت لیور دنده و پدال ترمزشون برعکسن، ولی همون جریانشون مثل ماشینایی که فرمون راست هستن متفاوته. موتورسیکلت هوداکای ژاپن، اونم ساخت آمریکا که زنده‌یاد مهندس جواد تربتی هدیه کردن به مجموعه. تمام همشهریای عزیزم این موتور رو به خاطر دارن. موتور هوداکا محصول مشترک هوندا و کاوازاکی، ساخت آمریکا. در چند قاره لنگه و مانند این موتور نیست. حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست. خام بودم، پخته شدم، سوختم. خامی و پختگیمون که با موتور و موتور سواری بوده به سلامتی و خوبی، سوختن اونم بذار با همین موتور باشه. جایگاه همچین فردی و همچین مجموعه‌ای در زیرزمین یک منزل مسکونی نیست. امید غفاری، تربت حیدری آنلاین.